خب ما میتونیم از چندین سایت از گوگل بیایم معلومات بگیریم که این سایت ها خیلی معتبر است. اول از من اینجا جستجو میزنم WFDSA یعنی World Federation Direct Selling Association، یعنی سازمان جهانی فروش مستقیم. خب این سایتش است، ما وارد سایتش میشیم. خب در قسمت میایم ما در قسمت پایین. خب در قسمت ممبرز، این قسمت یعنی اعضایش هم میبینیم. خب اینجا اعضای سازمان جهانی فروش مستقیم است. ما میبینیم که مثلا کدامش ما و شما کار داریم. حالا کیونیت شرکتیه که دفتر مرکزیش در مالزی است. پس ما و شما از مالزیا رو پیدا میکنیم که آیا اصلا عضویت داره یا نه. ببینید دایرکت سلینگ اسوسییشن مالزیا، یعنی یک است از مالزیا هسته، یعنی ایران نشان میده که مالزیا عضویت سازمان جهانی فروش مستقیم را داره. و ما حالا میریم در سایت خودی DSAM، میبینیم که واقعا کمپانی کیونیت عضویت داره یا که نداره. اگر عضویتش داشت، این ثابت میکنه که کیونیت در نهایت عضوی از سازمان تجارت جهانی فروش مستقیم است. خب میایم جستجو میزنیم DSAM، این قسمت میآید. خب این هم DSAM. خب در قسمت پایین روی نوشته ها که است، ما در قسمت گزینه وسطی میزنیم. از قسمت که شرکت هایی که عضوش هست نشان میده. حالا در قسمت شما میبینید شرکت هایی که عضو DSAM است در اینجا است. مثلا میبینید امبیک که خودش یک شرکت خیلی بزرگه. و همین قسم به پایین که میایم میبینید اینجا شرکت کیونیت است. شرکت کیونیت یعنی عضو فروش مستقیم مالزیا و خود فروش مستقیم مالزیا عضو فروش مستقیم یا سازمان فروش مستقیم جهانی. خب در قسمت میایم تا که بتونه برای ما یک معلومات خیلی خوبی بده. در قسمت کلا معلومات داده، آدرس، چه قسم ارتباط بگیریم یا تماس بگیریم، دیگه هر قسم معلومات که بخواین اینجا درباره‌اش هستک. و اینم بود از این سایت که از قسمت ما میتونیم معلومات بگیریم که یک شرکت خیلی معتبر و قوی هست. و دیگه از کجا؟ از منچستر سیتی که شرکت رسمی کمپانی است. منچستر سیتی را همه‌تون میشناسین دیگه، mancity.com سایتش است. میایم وارد سایتش میشیم. خب در قسمت پایین که میایم اینجا هست کلوب پارتنر یعنی شریکاش. منچستر سیتی یک تیم خیلی بزرگه، قهرمان لیگ برتر. حالا در این قسمت که میایم اینجا هست که اول پارتنرز یعنی شرکای ما. خب در این قسمت میاین میبینین که نام شرکت هایی است که اسپانسر منچستر سیتی است. و در این قسمت ببینین نام کیونیت، در اینجا هم کیونیت هستش و میتونیم وارد کیونیت شویم. در این قسمت هم برای ما یک معلومات خیلی معتبری میده.